علی اکبر لبافی هستم. خب تو روستا علی اکبر رو میشکنن میگن علی اکبر و چون اسم پدرم حبیب الله بود میگن علی اکبر حاجی الله و نوه حاج محمدم. حاج محمد خب خیلی به دلیل اموالی که داشت معروف بود تو روستا. حاج محمد به همون دلیلی که 14 ماه طول کشید پیاده رفت مکه، اومد، ثروتمند بود و حاجی بود و حاجی ها اون موقع خیلی کم بودن، نهایت مشهدی بودن و کربلایی. در حال معروف بود دیگه، حاج محمد معروف بود. من نوه ایشون هستم که خیلی اختلاف سنی هم با هم داشتیم و خب من تحصیلاتم مهندسی عمران، فوق لیسانس راه و ترابری خوندم و شغلم تو این حرفه مهندسی دارم ادامه میدم. اینجا روستای برگ جهانه. روستای برگ جهان در 45 کیلومتری شمال شرق تهران هست. از نظر تقسیمات کشوری هم جزء دهستان لواسانات و شهرستان شمیرانات استان تهران است. در قدیم همینجا جزء قصران داخل بوده. حضورتون عرض بکنم که 2 تا مسیر برای اومدن به اینجا هست، هم از شهر لواسون و افچه میاد برگ جهان، هم از سمت جاجرود و نیکنامده شما میتونید تشریف بیاریم به این روستا. در مورد وجه تسمیه روستا اگه بخوایم خدمتتون عرض بکنیم، ابتدا بهتره که راجع به وجه تسمیه لواسان صحبت بکنیم. لواسان در اصل لواسون بوده و در گویش محلی لو یعنی لب یا لبه کوه و آسان هم که ریشه پهلوی داره از آسیدن میاد یعنی برآمدن خورشید. بنابراین لواسون وجه تسمیهش میشه کوهی که از اون خورشید طلوع میکنه. حالا بپردازیم راجع به وجه تسمیه این روستا. این روستا هم اسمش برگ جهان نبوده. برگ جهان مال تقریبا 100 سال اخیره. قبلش برگیجان بوده که شامل 2 بخش برگ و جان بوده. پسوند جان که در واقع مکان سازه، معانیش توی ادبیات فارسی بریم نگاه بکنیم اشاره میکنه به جایی که سرده و یه چیزی اونجا یا تولید میشه یا وجود داره. بنابراین به این تعبیر برگ جان یعنی روستای نسبتاً سردی که در اون برگ فراوونه. حالا راجع به قدمت نام این روستا اگه بخوایم خدمت شما هم بگم، تحقیقاتی که ما کردیم، اسنادی که مکتوب هست دست مردم هست تو روستا تقریبا تا 200 تا 220 سال قبل برمیگرده و قبل از اون ما سند مکتوبی دست اهالی نداریم و اسم برگیجان تو این اسناد هست به نام برگیجان. ولی تو موزه مجلس متنی هست مربوط به صفویه که خوشنویس برگیجانی اون رو نوشته به نام غیاث الدین برگیجانی فرزند ابراهیم. این قدمتش مال 450 سال قبله، بنابراین اسم برگیجان تو سند 450 سال پیش هم هست. اگر شجره‌نامه امامزاده اسماعیل برگیجان را مربوط به 700 سال پیش، اسم برگیجان اونجا هم هست. بنابراین از 700 سال پیش این اسم وجود داشته اینجا. هرچند خب روستایی‌ها میگن اینجا اسم قدیمش پلنگان بوده و همین دره مقابل دره شیرانه و میشه حدس زد که این اسم هم اینجا وجود داشته. ولی روستاهای اطراف آبادی‌های دیگه‌ای هم این منطقه بوده که سکونت توش داشتن، مثل زیادآباد که مشرف سد لطیان هست یا لنگاور که یکی از این باغات اینجا هست. اینجا هم یا خود همین شیران محل سکونت بوده. حالا به چه دلیلی این روستاها جمع شده و متمرکز شده، حالا ممکنه حمله در واقع دزدان و راهزنان بوده یا زلزله‌ای که سال 1209 یه زلزله ویرانگری اومد که تقریبا 100% بعضی از روستاها از بین رفت. در اثر اون زلزله همه متمرکز شدن تو این روستا و اسناد قبل از 200 سال هم تقریبا از بین رفته. اگه راجع به جغرافیای این منطقه بخوایم بگیم، روستای برگ جهان وسیع ترین اراضی رو داره که اراضی مرتع، منابع طبیعی و اینا هست. اینا رو تو روستا به این گویش میگن لار، یعنی لار برگیجون خیلی زیاده. حدود 3750 هکتار هست که هیچ روستایی تو این منطقه انقدر وسعت نداره. بلندترین کوه اینجا 3400 متر از زمین از دریا ارتفاع داره. خود روستا در حدود ارتفاع 2000 متره. اینجا یه گسلی هست به نام گسل مشا قزوین که از مشا تا قزوین 200 کیلومتر امتداد داره و از شمال تهران هم رد میشه. 2 شاخه میشه اینجا، یکی دقیقاً از شمال روستا، که دقیقاً از جنوب روستا رد میشه و مخرب ترین زلزله ها رو ما از این گسل شاهد بودیم که احتمالاً چندین بار هم همین روستا رو تخریب کرده. بنابراین اینجا خطر زلزله بسیار بالاست. از تهران هم بیشتره. رودخونه‌ای داره که آبشارهای زیادی توش هست و همینطور 100 چشمه به نام در واقع و موقعیت مشخص ما در این روستا داریم. این قدمت روستا رو اگه بخوایم روی آثار تاریخی و
شواهدی که نمادهایی که وجود داره بریم، میتونه برگرده به 9000 سال پیش دوران تپوری‌ها و همینطور 5000 سال پیش دوران آریایی‌ها که ما در اینجا اسبچال در دامنه کوه فراکش و اسب کمرک دامنه کوه اشمرق، اینا نمادهاییه که مربوط به تپوری‌ها و در واقع آریایی‌ها هست. اما اون چیزی که راجع به سکونت در این روستا میشه گفت که از چند مدت قبل اینجا سکونت وجود داشته، ما یک گورستان جنینی داریم که در واقع مربوط به عصر آهن هست و حدود 3500 سال پیش برمیگرده. بنابراین میشه مستند اعلام کرد که این روستا از 3500 سال پیش سکونت داشته. حالا تو طول تاریخ چه اتفاقایی افتاده رو بعضیاش در واقع قابل بررسی نیست، ولی تقریبا آیین‌های مختلف رو ما اینجا شاهدش هستیم. آیین زروانی که مربوط به مادها هست، نمادش هم پرستش در واقع یا مقدس بودن سرو هست. روی این کوه ما یک سرو 4000 ساله داشتیم که برای روستاییان خیلی مقدس بود. یا اعتقاد به دیو هست که ما توی داستان‌های اینجا که حالا گردآوری کردیم خیلی این پررنگه، بنابراین آیین زروانی در اینجا وجود داشته. ما در اینجا آیین در واقع زرتشتی رو داشتیم به دلیل اینکه 2 تا دخمه در این روستا شناسایی شده، یکی در کوه لوخمیره هست، یکی در کوه باریجه که مربوط به زرتشتیان هست و مهمتر از اون تقدسی که گیاه هوم یا هومه داره. جالبه که اینجا به گیاه هوم برعکس همه جای ایران یا هومه میگن سومه، که حالا من تحقیق کردم که چرا این سومه چیه اون هومه چیه، متوجه شدم که آریایی که تو هند هستن به این گیاه هنوز میگن یا این درخچه میگن سومه. حالا چرا ما با آریایی هند همزبان هستیم ولی با بقیه آریایی ایران همزبان نیستیم، اینم جای تعجب هست. در مورد دوران زرتشتیان اینجا همونطور که گفتم ما 2 تا در واقع دخمه داریم که مربوط به در واقع روش دفن زرتشتیان هست که نشون میده اینجا زرتشتیان بودن. این دخمه ها هم فیزیکش هست، هم در واقع استخوان‌هایی که داخلش هنوز میشه پیدا کرد. موضوع دیگه ای که میشه گفت زرتشتیان اینجا بودن تقدس درخچه یا گیاه هومه هست. زرتشتیان از این گیاه خیلی براشون مقدس بوده، شرابی درست میکردن که تو مراسم ازش استفاده میکنن. این گیاه هم اینجا هست و هم برای روستاییان مقدس هست، ولی به اسم سومه گفته میشه. همه جای ایران بهش میگن هومه، اینجا بهش میگن سومه، که من تعجب کردم و تحقیق کردم دیدم آره آریایی‌های هند هم به این گیاه میگن سومه. خدمتتون عرض کردم که از دوران هخامنشی و ساسانی اینجا نمادهایی هست، همون قلعه هایی که در زمان در واقع ساسانی ازش و هخامنشی استفاده میشد برای انتقال پیام که از طریق آتش و دود انجام میشد. اینجا 2 تا قلعه پایین روستا و بالای روستا وجود داره که این ارتباط خیلی دور رو تامین می‌کرده، دیدبانی که داشتن. بعد که این اطلاعات کسب میشد به پایگاه‌های کوچیک اطراف ده پیام میرسوندن که اونا قراولخونه یا جایی بودی که با یه زنگی افرادو خبر میکردن به نام زنگرجا، که حالا زمانهایی این اتفاق میافتاد که حالا یه خبر خوشی ممکن بود اتفاق بیفته یا یه حمله ای از طرف دزدان یا کسای دیگه بوده یا اتفاق طبیعی ممکنه افتاده باشه. به این شکل خبر میدادن و مردم میرفتن تو تونل های زیرزمینی که الان آثارش تو روستا هست اونجا پناه میگرفتن یا میومدن مثلا تو میدان روستا و مثلا دفاع میکردن. آقا این قراولخونه ها همون پاسگاه ها یا کلانتری های امروزی بوده؟ نه به اون شکل، نه، یه پایگاه دیدبانی بوده طرف که در واقع بالای روستاست. مثلا اینجا شاهانه دامنه اون کوه یه دونه که دید داشت به اون قلعه‌ای که بالای کوهه. اون قلعه دید داره مثلا به قلعه مازندران، از این هم به قلعه سد لطیان داشت که از دور اینا خبر میدادن. بعد به محلی، چون این محلیه اون قلعه رو مثلا خود روستایی‌ها نمیدیدن، جاهایی مناسبی بوده برای دید به قلعه و خبر کردن محلی. شما زنگ رو خب یه تعداد محدودی میشتن، ولی دود و یا نور رو فاصله دور میشه دید که تو نقاط مرتفع روستا بودن. حالا یه سوال برام ایجاد میشه، آیا اینجا قبل از لواسون و شاید به عبارتی قبل از تهران بوده اینجوری که شما میفرمایید؟ من تاریخ تهران رو نمیدونم، ولی به هر حال میتونسته اینجا همزمان هم تهران که وجود داشته به عنوان یه شهر بزرگ، اینجا به عنوان پایگاه کوچیک‌تر یه روستا، یعنی خیلی کشف نکردیم. قطعا هم تهران هم خیلی قدمت داره. حتی اینجا روستای بغل ما، روستای لواسان بزرگ، آثار تاریخی که الان ماندگاره قدمتش به مراتب بیشتر از روستای ماست، ولی این به معنی نیست که روستای ما مثلا همزمان اونجا سکونت نداشتن یا اینجا چون مرکزیت داشته، خب بهداری و اینا مدت زیادی از اینجا بعد میرفتن لواسون بزرگ برای بهداری اینا. این که دقیقاً
اینجا زودتره یا تهران رو خب من نمیتونم بگم. اگرم باشه اینجا به هر حال وسعتی نداشته و امکاناتی نداشته که جمعیت زیادی مستقر بشه. اگرم کسی بوده به صورت موضعی یه گروهی یه خانواده‌ای مثلا مستقر بودن. ما راجع به ادیان و اقوام مختلف روستا داشتیم صحبت می‌کردیم. زرتشتیان هم من اشاره بکنم، حالا اگر اشاره نکرده باشم، آثارشون اینجا زیاد هست. 2 تا دخمه ما داریم در روستا که در واقع محل دفن استخوان‌های، چون زرتشتیان اجساد می‌ذاشتن بالای کوه که حیوانات بخورن، چه استخوان‌هایی که باقی موند می‌ریختن تو این دخمه‌ها. ما 2 تا دخمه داریم، یکی در شمال روستا، یکی در شرق روستا و مربوط به زرتشتیان بود که هنوز هم استخواناش هست. و موضوع بعدی هم اون تقدسی که گیاه هومه یا درخچه هومه داره برای زرتشتیان، اینجا هم این تقدس وجود داره برای گیاه. بعد از زرتشتیان و زروانی ها ما اینجا وجود قوم مغول رو داریم که تو همین تپه اینجا یه نیایشگاهی داشتن به نام تنگراخانه که الان تبدیل شده به تنگلخانه، یعنی تو گویش محلی بهش میگن تنگلخانه. این تپه هم میراث فرهنگی 1382 ثبتش کرده و بعد از که مربوط به بوداییان شمنی بوده، آیین بوداییان شمنی. مذهب بعدی که میشه گفت بومیای اینجا ممکنه یه مدتی بودن، حضور یهودیان توی این منطقه هست به نام که در دره الیاس مستقر بوده در مجاورت امامزاده. و آخرین به هر حال مذهب و آیینی که در اینجا در واقع استیلا پیدا میکنه و رواج پیدا میکنه مذهب اسلام هست و در مطابق اون شیعه. و 2 تا گورستان مسلمانان الان توی روستا هست، یکی امامزاده‌ای که الان حضور داره، یکم یک در واقع گورستان و مسجدی بوده توی همین محله شیران و قبر مسلمان‌ها اونجاست، آثار مسلمان‌ها وجود داره. و یه نکته‌ای که هست، حالا من خیلی ریشه‌یابی نکردم، توی امامزاده درختای کهنسال ته هست، به گویش اینجا میگن ته، ولی همون درخت داغدانانه که چرا این تقدس داشته، مقدس بوده، هم تو امامزاده هست، هم مردم اونو مقدس میدونن و از چوبش اینجا یک چشم نظرهایی درست میکردن که خیلی چوب رنگ سیاهی و قشنگی داشت، نقش و نگار میکردن، آیات روش مینوشتن و به مثلا گهواره کودک ها آویزون میکردن، به پیشانی گاو و گردن حیواناتشون برای اینکه به اصطلاح چشم نخورن در واقع. این هم آخرین در واقع آیینی که تو این منطقه حضور پیدا کرد. درباره گویش این منطقه دکتر حسین کریمان کتاب ارزنده‌ای دارن و معتقدن که گویش این منطقه ریشه مادی داشته و بعد از اون واژه‌های در واقع فارسی کهن و پهلوی وارد شده. تا جایی پهلوی در این منطقه رواج داشته که عرب اصلا به این منطقه میگفتن پهلوی. بعد از اون واژه‌های تبری و مازندرانی وارد گویش این منطقه شده و بعد از اون هم ترکی و مقداری هم واژه‌های عربی الان وارد این گویش شده. گویش روستا، گویش برگیجونی یه گویش کاملیه. به چه دلیل؟ چون نشانه‌های گویش کامل اینه که شما بتونی افعال رو در تمام زمان‌ها و برای تمام ضمیرها بتونی صرف کنی. این خاصیت توی گویش بریجانی هست. علاوه بر این توی گویش بریجانی ما ضرب المثل‌های زیادی وجود داره، شعر وجود داره و بنابراین یه گویش کاملی هست که البته خیلی هم شبیه گویش تهران قدیم هست. یه تحقیق انجام دادیم اینجا راجع به مشابهت گویش روستا با روستاهای اطراف که کلا قصران داخل رو شامل شد، یعنی تا اوشون فشم هم میرفت و از این طرف هم تا جورد و ایران. روستایی که بیشترین شباهت گویش با روستای ما داره روستای کند بالاست که اتفاقا فاصلش هم خیلی با روستای ما کم نیست. برعکس از این سمت ایران که نزدیک ماست گویشش خیلی شبیه ما نیست، ولی در مجموع گویش منطقه خب ریشه همونطور که آقای دکتر حسین کریمان اشاره کرده ریشه‌های مشترک داره. چند تا از ضرب المثل‌های اینجا رو بگم که خاص این روستاست که افرادش هم قابل شناسایی هستن و زندگی می‌کردن. ریشه اون ضرب المثل از اون افراد ایجاد شده. یکی مثلا تکه کلامی بوده که شخصی به نام محمد علی داشته، بهش میگفتن مدلی. یه کوهی هست اینجا به نام کوه پشت بالابا که خرگوش هم توش زیاده. ایشون همیشه وقتی می‌خواست که منصرف کنه طرفو از ادامه بحث، مثلا سوالی می‌کرده می‌خواست جواب نده، میگفته پشت بالابا خرگوش داره. یعنی اون طرف متوجه می‌شد که آقا دیگه ادامه نده، من جواب شما رو نمیدم. یا آقایی بوده به نام مشتاقا که اومده بود با یک چوب دستی درست بکنه با یه وسیله به نام دازک که شبیه تبره. با اینکه ضربه بزنی نمیشه کاملا صاف در بیاری این چوب دستی رو، بعد با اره حتما ببری، ولی ایشون اومد با دازک در واقع صاف دراره. هی میزد میدید کجه، یه مقدار این ورترش میزد میدید کجه، باز انقدر زد که این چوبت از بین رفت، تموم شد.
بنابراین یه ضرب المثلی در اومد که چوب دست مشتاقا، یعنی کسی که کاری رو بلد نیست، یعنی میخواد درست انجام بده و خرابترش میکنه و در نهایت اونو مزمحلش میکنه، میگن شد چوب دست مشتاقا. غیر از این ما ضرب المثل هایی هم داریم که حالا میتونه خاص این منطقه باشه. یه دره‌ای هست اینجا به نام نادره که معتقد بودن قدیما مثلا دزدا اینجا پناه میگرفتن. یه ضرب المثلی هست میگه که اگه دزد نبای نادره چم کردی، یعنی اگه دزد نبودی تو اون محل چیکار میکردی. اینجا تا بید لشک، یه کسی که خیلی سوال میکرده مثلا این چیه اون چیه، طرف دیگه خسته میشده میخواسته بگه خستم کردی اینقدر سوال کردی، میگم اینجا تا بید لشک. بید لشک یک بید معروف و کهنسالی بوده توی محل. یا میگن از کنار گندم هوریم او مخوره، وقتی شما گندم آبیاری میکنی کنارش هم علفهای هرز دیگه‌ای که هستن به هر حال یه منفعتی میبرن. میگه قطقطش اینجا میکنه چلوش خونه مردم، یعنی طرف میاد تارت و پوتشو برای ما میکنه، سختیاش برای ماه، ولی تخمشو میره توی خونه همسایه میذاره. میگه همه بشوان عروس بینی، عروس بشوا لوباس چینی، یعنی همه رفته بودن که عروس رو ببینن، خود عروس پا شده بود رفته بود جای دیگه، یعنی ما اومدیم به تو کمک کنیم، خودت داری مثلا یه کار دیگه ای میکنی. لوباس هم این منطقه خب زیاد بوده، همون ریواسه در واقع به گویش محلی. میگه هی که بکشی یا ریسمون موسه یا هتک مشکه، یعنی شما وقتی خیلی دائم ریسمونو که میکشی یا خود اون ریسمون تنابه پاره میشه یا اون حلقه روش حلقه چوبیش که به هتک میگن اون میشکنه. هی که بکشی یا ریسمون موسه یا هتک مشکه، یعنی یه کاری رو خیلی بخوای اصرار بکنی بالاخره یه بلایی سر کسی میاری. یا ضرب مثال دیگه ای داریم، برار پشت و برارزا مهره پشت، خوارزا بیل بزی دایر بکش، یعنی یه در واقع میگه فامیلای مرد خیلی پیگیر، یعنی طرفدار آدم بیشترند یا فامیلای همسر. از این ضرب المثل ما جمع‌آوری کردیم، شاید مثلا بیش از 200-300 تا ضرب المثل داریم. ما 20 تا قصه که اینجا بهش میگن حسبونک. حسبونک هم باز ریشه فارسی پهلوی داره. حسبونک یا همون افسانه. 20 تا افسانه اینجا رو در واقع گردآوری کردیم، توی کتابی گذاشتیم و واژه‌ها و گویش‌های اینجا هم حدود 13000 واژه رو ما توی کتاب گردآوری کردیم راجع به گویش روستا. درباره بافت روستا با خدمت شما توضیح بدم. روستا به صورت کاسه است و در واقع تو مرکز کاسه منازل قدیمی روستا وجود داشته. یه رودخونه از وسط این بافت وسط روستا رد میشه، هم رودخونه برگ جهان، و بافت رو به دو قسمت اون دست و این دست تقسیم میکنه که تو محلی هم به هر حال میگن این دست و اون دست. 4 تا محله اصلی روستا داشت به نام سرده و پاده که اینور رودخونه است، روبار که مشرف به رودخونه است و محله شاهان که سمت شرق روستا است. این 4 تا محله اصلیه که محله‌های فرعی هم داشته. قدیم طوایفی که توی روستا هستن و بعدا خدمت شما توضیح میدم متمرکز بودن روی بخشای مشخصی، یعنی دقیقاً مشخص بود که طایفه پلویی کجا زندگی میکنن. الان با گسترشی که شهر روستا پیدا کرده و پراکنده‌ای که منازل ایجاد شده دیگه اون تمرکزه به هم ریخته و در واقع طوایف با هم مختلط شدن. سلسله مراتب سکونت در روستا از کوچکترینش که خونه که یه همون خانه هست شروع میشه که یه خانوار توش زندگی میکرد. بعد از خونه سر بود که مجموعی از چند تا اتاق و یک مثلا حیات مرکزی بوده که یا یه ساختمون مجلل و بزرگ و اتاق چند اتاق بوده که این خونه سر مربوط به یک پدر بزرگی بوده که اطرافش خب فرزندانش و عروساش و یا احتمالاً دامادش هم ممکنه اونجا حضور پیدا میکرد. بعد از خونه سر محل سر بود که محل سر در واقع چند نفر از یه طایفه در واقع سکونت داشتن و بالاتر از محل سر هم محله بود که ممکنه یه طایفه یا چندین طایفه با هم زندگی میکردن که توضیح دادم 4 تا محله اصلی است و محله‌های فرعی. نکته‌ای که اینجا وجود داره این موضوع محل سره. محل سر رو ما به لحاظ معماری و شهرسازی بررسی کردیم. زمانی که هنوز غرب و در واقع دانشمندان شهرساز و معمار غربی چیزی به نام واحد همسایگی رو اصلا بهش فکر نکرده بودن و اصلا بهش توجه نکرده بودن یا توصیه نکرده بودن، ما در روستا محل سرهای متعددی داشتیم که در واقع همون کارکرد واحد همسایگی رو داره. به چه شکل؟ که با کمترین مصرف انرژی اومده و با طرحی خیلی جالب فضای کاملا عمومی معابر رو از فضای کاملا خصوصی اتاق خواب منازل به صورت سلسله مراتب جدا کرده با ایجاد فضاهای نیمه خصوصی و
فضاهای امن و فضاهایی که بیشتر روی مصارف مشاع هست. یعنی شما هزینه‌ها رو خیلی کم کرده و این بافت رو خیلی فشرده کرده، مثل حیاط مرکزی که مشترک بوده، مثل مطبخ یا آشپزخونه که مشترک بوده، مثل اون آب حیاتی که آب شربی که می اومده به صورت حوض از محله رد می شده مشترک بوده، توالت دستشویی مشترک بوده و بام هایی که به صورت همسط ساخته می شده که برای کارکردهای زمستان یا در واقع کارکردهای تابستان، چون هم زمستان بام ها کارکرد داشته، زمستان برای حضور افراد چون حیاط‌ها مملو از برف بود و تابستان هم برای خشک کردن میوه و خوابیدن این چیزا. این محل سر که حالا من طرحش هم دقیقاً در آوردم برای محل سر دلمشا، عکسش هم میشه نشون داد، کاملا واحد همسایگی که تازه در واقع تو شهرسازی مطرحه. این از سالیان سال، صدها سال، 200 سال پیش اینجا وجود داشته. این تپه رسوبی که وسط می‌بینید همون نیایشگاه بودایان شمنیه که بهش تنگراخانه میگفتن. اینجا تو گویش ر به ل تبدیل میشه، مثلا استخر رو میگن استل. این تنگراخانه هم شده تنگلخانه و همون تپه‌ایه که باستانی تشخیص داده شده و 1382 ثبت شده. حالا چرا تشکیل شده؟ بحث‌های زمین‌شناسیه. ما یکی از خطوط گسلی که از مشا میاد میره قزوین، دقیقاً از اون سمت که سوته پایین هست میاد رد میشه از اینجا و ما هم روی سوته بالا هستیم، اینجا رد میشه و عبور میکنه. احتمالاً در اثر اون فعالیت‌های گسل زلزله ایجاد شده و هرچند که خودش رسوبیه، یعنی اینجا قدیم من خود فسیل‌های زیادی هم پیدا کردم که دریا بود و خب خیلی مال سالهای قبل هست، ولی روی اون بالای قله تپه خاک زیادی بودش که روش هم میومدن نخود دیم میکاشتن یه مدت. این همون جایی بوده که اون نیایشگاه وجود داشته و تخریب شده و اون خاک اون نیایشگاه در واقع تبدیل شده بود به خاکی که میتونستن روش زراعت بکنن. ولی خود تپه سنگ رسوبیه. راجع به ویلاها شما ببینید، خب همونطور که تو بافت قدیم روستا من توضیح دادم، بافت قدیم روستا خیلی متمرکز روی اون ساختمون در واقع تکیه سرده هست که سبزه. اونجا یه منطقه بافت بود، محله سرده. اونورم یه تکیه سبزی داریم که محله شاهانه. همین خیلی متمرکز بود. بعداً الان از سال مثلا 15 سال پیش به این ور من یه تحقیقی هم کردم. تو یک سال یه شعاری مخابرات داشت 1 = 55، یعنی یه سال به اندازه 55 سال مخابرات خط واگذار کرد. من یه تحقیقی داشتم از روی عکسای هوایی در آوردم. حالا اون سالش فکر کنم مثلا هولوش سال 75 76 باشه، باید دقیق در بیارم. یه سال به اندازه کل 55 سال قبل خونه ساخته شد، ساختمون ساخته شد تو همین اراضی که شما می‌بینید. ولی اون روند همچنان ادامه داره، یعنی شما خارج بافت هیچ مجوزی داده نمیشه ولی همچنان ساخته میشه و همونطوری که می‌بینیم. من یه تحقیقی هم کردم، ما مثلا 16 هکتار اراضیمون الان رفته زیر ساختمون سازی که تقریبا یه بخشای دیگه تقریبا داره زمینای باقی از بین میره. البته خب حقم داره چون باغ واقعا صرف نداره. من خودم کشاورزم، اینجا پولی که میذارم بر نمیدارم. بنابراین خب چیه محصولات اینجا؟ قدیم اینجا زراعت بود. از مثلا 70 سال به این ور باغداری رواج پیدا کرد که الان تقریبا زراعت کلا از بین رفته، همه باغه و درختای میوه اینجا الان بیشترینش گردو محصولاتش گیلاس، سیب، آلبالوه و انواع میوه‌های دیگه هم هست که خب کمتره، مثل زردآلو، مثل گلابی. ولی میوه عمده‌اش که هنوز در واقع به میدون داده میشه، یعنی به فروش غیر داده میشه، گردو و گیلاس و آلبالو و به ندرت سیب هست. یه مدت اینجا کامل سیب بود، مثلا 50 سال پیش. توی دهه بعدش کامل شد گیلاس. ولی الان هر کسی برای چون مصرف خودش میخواد، از جمله ما چون برای فروش اصلا صرف نمیکنه، عمدن میایم درختای متنوع رو میکاریم، مثلا گلابی داشته باشیم، خرمالو داشته باشیم، انجیر داشته باشیم، انار داشته باشیم، زرشک داشته باشیم و الان در واقع متنوع شد. ولی همچنان درخت گردو چون مقاومه و دردسر هم نداره، محصولش هم پربازدهه و درآمدزاست، تقریبا همه به سمت گردو رفتن که تمامی درختایی که شما میبینید کپ هست درخت گردو. درباره کسانی که اینجا ساکن هستن و مهاجرتشون، طوایف رو بخوایم صحبت بکنیم، اینجا 10 طایفه اصلی داره که میشه 10 تا فامیلی در واقع. این 10 تا فامیلی‌های فرعی هم دارن، مثلا لبافی داریم، لبافزادی هم داریم، شاهانی داریم، شهانی هم داریم، شاهان قاسمی هم داریم، یعنی اینا فرعی‌های شاهانی هستند.
10 تا فامیلی اصلی داریم، 20 تا فامیلی فرعی منتسب به همین 10 تا طایفه داریم و بعد از اون هم حدود مثلا 70 فامیلی جدید اومده که تغییر در واقع فامیلی قبلیه. مثلا عمدتاً هم طایفه پولویی فامیلیشون رو عوض کردن، اسمای دیگه‌ای برای فامیلیشون انتخاب کردن. در مجموع میشه گفت الان 100 تا نام فامیل این روستا داره که مربوط به 10 تا طایفه اصلیه. این 10 تا طایفه رو اگه بخوایم بگیم از کجا اومدن، شاید جدیدترینشون طایفه طوسیه. طایفه طوسی از فرزندان شخصی هستن به نام شیخ علی طوسی که از طوس خراسان اومده اینجا مستقر شده و الان خب یه طایفه‌ای رو تشکیل میدن. طایفه لبافی از ده مشاع دماوند مهاجرت کردن به اینجا. طایفه اسباطی که بخششون سبدارن، اصلا میگن طایفه سبدار و هنوزم بعضیاشون فامیلیشون سبداره. اینا بازماندگان سربدارانن و از سبزوار اومدن اینجا. ریشه طایفه پولویی برای این 2 تا روایت هست یا 2 تا منشأ ممکنه وجود داشته باشه. یکی شخصی است به نام نورالدین تبری که از طبرستان اومده اینجا و یکی هم شخصی به نام مهدی پیلوی که میگن از روستای پیلو آذربایجان اومده اینجا. طایفه جاننثاری، برای طایفه جاننثاری هم در واقع 2 تا ریشه وجود داره. یکی افرادی هستن که از روستای اندرمون شهر ری اومدن اینجا و یه بخشیشون هم از مهاباد کردستان. در مورد طوایف دیگر که اون دست هستن مثل طایفه شاهانی، میگن که اینا از شاهی در واقع مازندران اومدن. طایفه علی مردانی هم میگن بستگان یا نوادگان علی مردان خان معروف ایل بختیاری هست. بنابراین ما از این 10 طایفه اصلی 3 تا طایفه رو هنوز نتونستیم یا فرصت نکردیم یا ریشه‌ای رو پیدا نکردیم که از کجا اومدن و احتمال داره که اینا قبل‌تر از همه اومده باشن، قدیمی‌تر از همه تو این روستا ساکن شده باشن. طایفه مجاوری، طایفه مقدس و طایفه کوشستانی است. درباره ارباب رعیت بخوایم اینجا توضیح بدیم، منطقه لواسانات و روستای برگ جهان به دلیلی که اراضی مرغوب و حاصلخیزی نداشته، عمدتاً این ارباب رعیتی شکل نگرفته و افراد خرد مالک بودن و به همین دلیل ما ارباب رعیت نداریم. البته نایب الحکومه داریم. ما از دوره مشروطه به این سمت فردی بوده به نام مشکات الممالک که والی لواسانات بوده، پسرش به نام مشکات میشه در واقع نایب الحکومه روستای برگ جهان. آقای مشکات تو همین محل سرده هم باغ داره و هم خونه‌ای ساخته بود که شاید اولین خونه آجری روستا هست و بقایاش هم تا چند سال پیش موجود بود. آقای مشکات در واقع نایب الحکومه روستا بود که بعضی وقتا هم این وظایفش رو واگذار میکرد به کدخدای روستا که به طور مثال به آحبیب که کدخدای روستا بود این یه زمانی نایب الحکومه شده بود. آقای مشکات همون کسی است که عضو کمیته مجازات بود و در واقع میشه تو تاریخ این سوابقش رو پیدا کرد. در ضمن من یادم رفت بگم آقای مشکات هم زمین داشت اینجا هم خونه داشت، با شخصی به نام آمنه اثباتی که اهالی اینجا بود هم ازدواج کرد و فرزندانشون هم هنوز هستن. از کسان دیگه‌ای که توی روستا سکونت داشتن، شازده‌های قاجار رو ما میتونیم نام ببریم که 3 تا خانواده بودن. یکی خانواده همایون که حالا جدشون اومد اینجا زندگی کرد و در واقع ملک و املاک داشت و منزل داشت و البته بیشتر تابستونا می اومدن اینجا. خانواده همایون 2 شخص معروف توشون در واقع هست، یکی محمد خان همایونه، یکی احمد خان همایون. محمد خان در واقع فرد نیکوکاری هم بود. عمران آبادی روستا مدیون این شخصه. همین جاده‌ای که ما الان اومدیم از افچه تا اینجا با دستکند، یعنی ایشون هزینه‌شو داد و کل طول جاده رو به 10 تا طایفه‌ای که من نام بردم تقسیم کرد و بهشون داد که با بیل و کلنگ در واقع این جاده رو احداث کردن در سال 1335 تا 38. یکی از کارهای ایشون مثلا همین بودی که ما اولین بار ماشینی که اینجا حضور پیدا کرد و پیرمردایی که آرزو داشتن ماشین رو ببینن اومدن ماشین محمد خان رو دیدن و تو همین ایستگاه پاده که حالا خواهیم رفت. محمد خان خدمات دیگه اینجا کرده، پل رودخونه رو ساخت، توالت‌های عمومی ساخت تو روستا، طولی از مسیر رو در واقع سنگ فرش کرد و یکی از کار دیگه مهمش که کرد مدرسه روستا رو ایشون بنای ساختمانش رو ایشون ساخت. غیر از این کاری که محمد خان کرد و تو روستا بسیار معروفه ولی
دلیل معروف بودن محمد خان توی سطح کشور ساخت حسینی ارشاد هست که در واقع حسینی ارشاد رو با هزینه ایشون ساخته شد. همون حسینی ارشاد بله تهران. معروف، بله. و اتفاقا معمارش هم یه تابلو هم الان زدن، استاد علی احمد برگجانی، اون معمارش هم برگجونیه و در واقع یکی از معمارای معروف اون زمان بوده و به هر حال اونجا ریشه ای شد که ریشه انقلاب اسلامی و براندازی حکومت پهلوی یکی از نطفه‌هاش همون کاری بود که محمد خان اونجا کرد. شخص دوم، نفر دوم که برادر محمد خان هست به نام احمد خان که در نظامی بوده، احمد خان یاور، ایشون فردی بودی که با عده دیگه‌ای در واقع طرح کودتا علیه و ترور رضا شاه رو ریختن که البته شکست خورد و دستگیر شدن و سال 1306 من حکمشو دارم که ایشون رو به 15 سال حبس محکوم کردن که البته بعد از مدتی ظاهرا آزاد شده و به کار مشغول شد. این اولین طایفه همایون که از جدشون لشکرنویس ناصرالدین شاه بود. گروه دوم، خانواده دوم، خانواده کاوه هستند که اینا از بستگان امیرکبیر بودن، حالا مدتی اومدن اینجا منزلی داشتن و سکونت میکردن. گروه سوم خانواده فرحی بود که اینجا به شازده معروف بود و خونش هم هست، یه خونه قشنگی هم هست، من عکسش هم احتمالاً بذاریم ببینن و خانه شازده معروفه. بستگانشون خانواده خیلی تحصیل کرده، هم خود شازده تحصیل کرده بود، در دبیرستان البرز ظاهراً تحصیل کرده بود یا بستگانش اونجا تحصیل کرده بودن و فرزندانشون همه تحصیل کردن. الان یکی از مجهزترین آزمایشگاه‌های تشخیص طبی تهران تو خیابون طالقانی مربوط به فرزندان و نوادگان این شازده هست. این سه تا در واقع خانواده قجری که تو اینجا هم منزل داشتن و حضور داشتن. بعد از این برگردیم به بزرگان قدیم روستا. اینجا خب به هر حال افرادی بوده که تو به دلیل حالا مرامشون، به دلیل کارهایی که داشتن تو منطقه لواسانات خیلی معروف بودن، معتمد بودن. یکی پهلوان آقبابا بود که زمان حیاتش تقریبا تمام پهلوانای روستا رو منطقه رو حریف بود. حاج حمزه و پسرش کربلای علی اصغر که رفته بود عراق و تحصیل حوزوی داشت اومده بود اینجا و البته ابا عمام هیچ وقت به تن نکرد. مذهبیون با تساهل و تسامح بودن و خیلی مذهب در اینه که مذهبی بودن خیلی مرام در واقع درویشی و صوفیانه داشتن که همه باهاشون راحت بودن. یه فرد مذهبی دیگه خیلی معروف اینجا ما داشتیم که مداف معروفی بود تو منطقه و تهران به نام کربلای امان الله که البته خب هم مداح معروف بود، هم به لحاظ مذهبی ایشون متعصب بود که حالا من اگر فرصت بشه راجع به راههای داخل روستا بگم. زمانی که ایشون توی این راه میشست بچه‌ها و خانوما و دخترها اینا جرئت نمی‌کردن به لحاظ مذهبی از کنار ایشون رد شن، میرفتن از راههای فرعی حرکت می‌کردن. یه چنین تعصبی داشت. کدخدای زیادی داشتیم که اینجا خود معروف بودن. دو تا کدخدا کار مهم می‌کردن و مدیریت خوبی داشتن. یکی کل عبدالعظیم یا کربلای عبدالعظیم بود، یکی هم آحبیب که یکیشون از طایفه اثباتی بود و یکی از طایفه توسی. اینا کاری که کردن حد و حدود روستا رو کاملا رفتن تعیین کردن و اختلافات مرزی و سامونی که اینجا میگن با روسای اطراف و با قدرتی که داشتن تثبیت کردن و در واقع اراضی رو در زمان رضا شاه هم براش پلاک ثبتی گرفتن که در واقع مشخص شد که حد و حدود این روستا کجاست. فقط ما یه جایی رو با همسایه‌ها مشکل جدی برخورد کردیم، اراضی مشرف به سد لطیان هست بعد از زیادآباد که اونجا خب به هر حال دعوایی شد بین این روستا و روستای اطراف که دیگه دولت ورود پیدا کرد و گفت اصلا اینجا نه مال این روستاست نه مال اون روستاست، مال عمومه که ما اینجا می‌خوایم سد بسازیم، حریم سد. اون اراضی تقریبا دست رفت دیگه، جزء مجموعه ما نیست، ولی بقیه رو در واقع این دو تا کدخدا تونستن تثبیت بکنن. ما یه فردی داریم به نام محمد صادق توسی که مال طایفه توسیه، بهش معروف به باشی. چرا؟ چون آبدار باشی والی لاهیجان بوده. به دلیل این نفوذ و قدرت و مدیریتی که داشت خیلی ثروتمند شد و اومد اراضی زیادی رو از روستا خریداری کرد که مثلا حالا اگه به فرصت بشه راجع به آبیاری اینجا صحبت بکنیم، هر نهری مثلا 10 نوبت زمین چیزی میکنه. ایشون از یه نهر مثلا 2 تا نوبتش مال این 2 روز یه نهر کامل آبش برای ایشون بود به دلیل اینکه اینقدر زمین داشت. شخصی بوده به نام ملا باجی
که صدیقه اثباتی بوده، بهش میگفتن ملا باجی، به دلیل اینکه یه مکتب خونه راه انداخت و دخترها رو روستا رو بهشون آموزش میداد و زمانی که به هر حال آموزش برای دخترها خیلی سخت بود، ایشون با حمایت پدرش که باز همون کربلایی علی اصغر بود و مذهبی و معتمد بود، با حمایت ایشون تونست این مدرسه رو فعال نگه داره، هرچند خیلی مخالف داشت. چرا میگفتن این خونش کنار خیابون، موقعی که داره درس میده صداشو نامحرم میشنوه، که در نهایت هم تعطیل شد. ولی مدت زیادی به دخترها آموزش میداد و سواد آموزی میکردن، البته به عنوان سواد قرآنی، ولی به هر حال خوندن نوشتن یاد میگرفتن. و مهمتر از همه اینها ما یه شخصی داریم به نام کلمد آقا، یعنی کربلایی محمد آقا، که فامیلیش هم عظیمی بود. ایشون رو میشه گفت حسن رشدی روستا. کسی بود که اومد پافشاری کرد و اولین مدرسه نوین روستا رو دایر کرد تو منزل شخصیش، چون زمین ساکنی نبود، خونش رو کامل در اختیار آموزش پرورش قرار داد، خودش تمام دوندگیاشو کرد، میزان ایمکت خرید، تخته خرید و پیگیری کرد که اولین مدرسه نوین رو در روستای بریجهان افتتاح کرد و مکتب خونه‌هایی که هم پسرونش وجود داشت، آسد مصطفی محسنیان داشت و دخترونش رو همین خانم ملاواجی داشت، برچیده شد و بعد بچه‌ها اومدن تو این مدرسه ثبت نام کردن. البته بچه‌های مثلا 7 ساله هم نبودن، عمدتاً مثلا 10 ساله 12 ساله هم کسایی که تازه می‌خواستن میان ثبت نام کردن. متا 4 سال داشت دیگه، اول دوم سوم چهارم داشت، پنجم بعد میومدن افچه یا میرفتن نارون. و این مدرسه تا سال 1324 افتتاح شد تو خونه شخصی ایشون. بعد محمد خان که گفتم مدرسه دولتی رو ساختمونشو ساخت، از اونجا منتقل شدن به این طرف. 11 سال بعد 1336 ظاهرا این مدرسه دولتی اومد توی زمین دولتی مستقر شد. البته زمینش هم مردم دادن، ساختمونش هم خود محمد خان ساخت، ولی خب به هر حال در تصرف آموزش پرورش در اومد سال 1336 و متاسفانه 40 سال بعد 1376 مدرسه تعطیل شد و هنوز هم این روستا بدون مدرسه است و بچه‌هایی که هستن، حالا تعدادشون کمه، ولی با یه فردی که معلم هست سوار ماشینشون میشن میرن روستای اطراف در واقع تحصیل میکنن میان. اینم از بزرگان که حالا عده زیاده ولی من این چند تا رو انتخاب کردم. در حال حاضر هم ما افرادی داریم که به هر حال سمتی دارن یا عملکردی داشتن یا فعالیتی دارن که من میتونم اونا رو هم یادداشت کردم نام ببرم به سرعت. یکی آقای رضا مجاوری هست که فیلمبردار با سابقه‌ای که البته خب به هر حال الان بازنشسته است و سالمندن، ولی فیلم‌های زیادی رو ایشون فیلمبرداری کردن. آقای امیر اثباتی هست، طراح صحنه و لباس که عضو خانه سینما هم هستن. ما آقای غلام حسین آذری مهر رو داریم که نویسنده و شاعر پرکاری هم بود، متأسفانه چند سال پیش فوت شد. آقای قاسم طوسی داریم که شعر سفید میگن. آقای اسماعیل کوثری نماینده ادوار مجلس هستن. آقای علی اثباتی نماینده پارلمان سوئد هستن، ساکن سوئدن. آقایان حسن اثباتی، حسین فریدافشین و قاسم قهاریان که خلبانان جنگی و مسافری هستند. آقای اسماعیل پلویی مربی تیم کشتی نوجوانان. خانم فرشته ملک محمود، آقای عبدالحمید جاوید که ترانه سرا هستند. آقای محمد کرد مهدی لبافی خواننده هستند. خانم سمیرا کوشکستانی که مخترع در واقع دستگاهی برای ناشنوایان هستن و استاد مهدی طوسی که کار نگارگری رو چوب رو میکنن و خیلی کارهای در واقع ارزشمندی دارن. و در نهایت ما 25 شهید مدافع خاک میهن هدیه کردیم. بنابراین زمین اینجا به نسبت گرانه، یعنی قبل از اینکه اصلا بحث لواسان و این داستانا مطرح بشه، گرانی بنزین و نمیدونم رکود شمال که مردم هجوم بیارن به سمت لواسان، اینجا به دلیل جمعیت زیادی که داشته به غریبه خیلی زمین نمیفروختن، به دلیل اینکه خودشون می‌خریدن، داخل مشتری وجود داشت که داخل بخرن. ولی با این حال غریبه ها اومدن و خب ما میشنویم بعضیا ناراضیان، غریبهایی که اومدن میگن خیلی غریب پسند نیست این روستا، ولی نه، فراوون شده به دلیل اینکه ما خیلی از این بناها رو که می‌بینیم غریبهایی هست که من مثلا یه زمانی تو روستا راه میرفتم همه رو میشناختیم. حالا ممکنه به اسم ندونیم ولی میدونستیم طایفه فلان، سلام علیک میکردیم، به چهره میشناختیم. الان به ندرت ما افراد رو میشناسیم، حالا بعضیاشون همون نوه نتیجه‌های همون بومیای اینجان، ولی غریبه هم خیلی الان زیاده
ضمن اینکه اینجا یه زمانی خب به هر حال چون نزدیک تهران بود، ماشین هم در اختیار مردم خیلی زیاد شد، تولید ماشین زیاد شد، به راحتی مردم میان اینجا و گردش میکنن و میرن. خیلی‌ها گفتن که این هجومی که گردشگرا آوردن عاملش سایتی که بود که ما دایر کرده بودیم و این دلیل ما سایت هم جمع کردیم که میگفتن شما باعث شدین غریبه‌ها میان اینجا هم حجاب رعایت نمیکنن، هم میوه‌هامون رو میخورن، هم درختامون رو چیز میکنن، به همین دلیل ما اون سایت رو جمع کردیم. ولی در واقع گردشگرا کماکان هستن. مشکل اصلی اینجا الان گردشگرایی هستن که از کوهنوردان خیلی مراعات میکنن، گردشگرایی که با بساط میان آشغالاشون رو میریزن، رعایت نمیکنن، چون اینجا وسایل بهداشتی هم نیست، کنار رودخونه به هر حال کثیف کاری میکنن. یه مقداری الان ناراضی ان اهالی روستا، به خصوص ما چون پارکینگ درستابی، جاده درستابی هم نداریم، راه رو بند میارن، بنابراین یه مقداری از این نظر الان مشکل هست برای روستاییان، این دردسرساز شده. حالا امیدواریم شورای ده بتونه یه پارکینگی تامین کنه، یه مسیر پیاده‌ای رو برای اینا تعیین بکنه، تجهیزاتی بذاره که در واقع زباله ها رو جمع کنن، یا مثلا خدماتی بده که نخوان اونا با بساط خودشون از تهران تخم مرغ بیارن اونجا چیز بکنن، شاید بتونه یه نظمی این پیدا بکنه.